دخترم پدر و مادرت است؟ بله چیکار بله می‌کنی؟ جناب عالی. پدرم در مهاجرت مهنتی یعنی که در روسیه کار میکنن، مادرم صاحب خانه زن میباشن. صاحب خانه. چند فرزند هستی؟ ما در عائله 3 فرزند هستیم، 2 برادر دارم. 2 برادر دارید؟ فیلولوژی تحصیل کردید؟ بله جناب عالی. است. چیه اینقدر خراب هستی؟ یا دیت میکنی؟ نه نمیدونم. کرسی چهارم ها؟ بله در گروهتون چند تا دختر هستند؟ 27 تا دختر هستند، 5 نفر پسر هستند. اوه. بچه های خوشبخت بودیم. همین 27 تا دختر تا کرسی چهارم چند نفرش شوهر کرد؟ 10 نفر دختر ماندیم، شوهر نکرده یا. دیگر 17 نفر شوهر کرد؟ بله. این 10 نفر دم شما میداره؟ نه حالا اولادار نیستیم. اوه. ها جناب. من برعکس فهمیدم. دومات شونده است؟ نه حالا هست؟ نه تلفن داره نیست یکون کس؟ نه. از روی نقشه هایی که برای به پیش خود کشیدم، حالا اولادار شوی فرصتش نآمده است. چی باید؟ کرسی چهارم ها؟ کرسی چهارم توی میکنی؟ کرسی پنجم دیپلم هم میگیری یا که پیسرم تولد میگیری؟ بعد کار سر میکنی؟ گلبار بسیار نامی زیبا، رحمت جناب. بسیار نامی زیبا. رحمت. باور کنید اینقدر هم اینا نگاه کنید هم گل ها، گل همه وقت گل است، لیکن بهار هم این گل است. چقدر مثلا نام زیبای بانوای تاجیک در بسیار زیبنده است. دختر جان دوشنبه نمیری تحصیل کنی؟ ها؟ من میخوام حوزه مقصد اولا دانشگاه را با دیپلم سرخ تمام کنم، سپس تحصیل خود را در ماجستراتور در شهر خوجند ادامه دهم. همینجا با؟ بله. مالش موضوع نیست. چی خدمت کنم دختر جان؟ چی خدمت کنم؟ تشکر همین جناب. دیگه گوش کن، همین چیز داره، من همین دیلتا یکون آرزو داره. فقط سپاسگزارم. فقط تشکر میگویم جناب عالی. بیا نصیحت کنیم. همه این خدمت هایی که شما برای جوانان مهیا کردید. اگر نمی بار آمدین من نمیشناختم، وقتی که سخن کردی دیدم. خب یک نصیحت کنیم. 1 سال دیگه تحصیل مونده است؟ این سال تمام میکنم جناب. این سال ختم میکنی؟ بله. خب من شما نام نسبتون رو نوشته گرفتم. گرفتم. این مایلش خودت وقتی که توی کردنی شوی ما رو خبر کن. خوب شده. ما توی شما رو میکنیم پر از حساب خودمان، حساب معاش خودم میکنم، تحفت تشکر جناب عالی. تشکر. احسن. یک جان تشکر. Stop.